خوبن، رفتار خوب دارن، گفتار خوب دارن، لکن نماز ندارن. این معنای را دارد که هر یک عملی نیکی اونها را همین بی نمازیش همش نابود میکند. اگر همین روز تا بیگاه صدها مسلمان دست شگیرد، چی به یاردمی مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وای در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمانی کامل هستید که شما نماز داشته باشید. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستید، شما شرطنامه را شکستید، شما پیمان را شکستید، شما امتی من نیستید. یعنی همه کارهای این برادر حبطه است، بیکاره است.